تموم میشن این روزای سختی که فکر میکنی قرار همیشه باقی بمونن. اون اتفاق خوبی که انقدر منتظرشی بالاخره یکی از همین روزا واسط میفته. آروم باش، به حال خوبت بیشتر از هر چیز دیگه ای تو این راه نیاز داری. سر این که واسه خودت احساس تأسف بکنی وقتتو تلف نکن. چیزی رو با این کارت عوض نمی کنی. ناامیدی فقط شرایطو از اینی که هست بدترش میکنه و اگه نتونی به موقع جلوشو بگیری میتونه بین تو و رویات فاصله زیادی ایجاد کنه. توجهی به مزخرفاتی که بقیه راجع به خودت و مسیرت میگن نداشته باش. تلاشتو بکن، کافیتو بخور و همه چی رو بسپار به زمان. رو سیاهیش میمونه واسه اونایی که هیچ وقت کمکی بهت نکردن و هرگز باورت نداشتن. این آدما سخت میتونن وقتی برسی تو چشات نگاه کنن. صادقانه بگو، دنیای بدونش واسط سخت و غیر قابل تحمل نیست؟ من که میدونم جواب تو. پس تسلیم نشو، نیمه کار رهاش نکن، غمگین نباش. باید موند، باید ساخت. آره، یه وقتایی با دستای خالی، یه وقتایی حتی از زیر صفر.